در صدها و شاید هزاران مورد دیگر که از بهاءالله اظهار عبودیت به درگاه الهی میکنن، چرا یکی از اینها رو اصلا نقل نمیکنن در اعتراضات خودشون؟ فقط یه قسمت رو میگیرن و عنوان میکنن و میخوان رو خارج از کانتکست و خارج از در واقع اون زمینه معرفی بکنن. این نشان دهنده در واقع نیت و تعصبش. جناب سعیدی، شما در مورد نمونه هایی از این که چطور تهمت هایی که به جامعه بهایی زده میشه در اثر اقتضای زمان، در اثر گذشت زمان، این تهمت ها شکل دیگری به خود گرفته و در نشست گذشته شما به این اشاره کردید که شاید در 70 سال ابتدای ظهور دیانت بهایی تهمت ها بیشتر جنبه اعتقادی و مذهبی داشته و بعد مسائل دیگری مثل تهمت های جنسی و اینها که شما بهش اشاره فرمودید. و از شاید نیمه دهه 1930 اینها به بعد تهمت های سیاسی هم دفعتاً اضافه شد و اصلا به خصوص حالا در اواخر قرن 20 و دهه اول قرن 21 می‌بینیم که چقدر این مطلب شدت گرفته. این موقعیت مناسبی است که بتونیم لااقل این مطلب رو هم برای بینندگان عزیز در مورد اتهامات سیاسی قدری روشن بکنیم. البته این مسئله بسیار مفصل هست و فرصت ما خیلی محدود، بنابراین بنده خیلی به طور فشرده به این مسائل توجه می‌کنم. قبل از اون فقط خواستم یک اشاره کوچیکی به مطلبی که شما گفتید در آخر بحث قبل بکنم که بیانی که در آثار حضرت بهاءالله هست که صحبت از اله مسجون فرید شده، این در حقیقت بیان همون مطلبی است که من گفتم. یعنی اینکه داره از یک طرف بیان میکنه که در حقیقت گفتن اینه که خدا زندانی است و خود این مسئله بیان کننده این است که چطور میشه خدا که زندانی، اگه خداست که زندانی نمیتونه باشه و اگر زندانیه که خدا نیست. و این دقیقاً همون مطلبی که داره بیان میشه. یعنی این که اون چه که در ذهن آدم‌ها داره در زبان آدم‌ها، در مقولات فرهنگی آدم‌ها به عنوان خدا تعریف میشه، این زندانی اندیشه اینها، زندانی عالم خلق است، از حیطه اندیشه اینها نمیتونه فراتر بره و بنابراین بیان همین واقعیتی که خدای راستین منزه است، مقدس است از این زندانی که آدم‌ها ساختن، صفاتی که برای ما در زندگی خودمون معنی داره، اینا رو بی‌نهایت کردیم، گفتیم خدا هست. خدا برتر از این حرف هست و بنابراین تصویری که ما از خدا داریم این زندانی اندیشه ما، زندانی محدودیت های ما به عنوان یک مخلوق هست و مخلوق و اون چه زبان هم مخلوقه، مخلوق نمیتواند خالق را توصیف کند. این مطلبی است که دارن حضرت بهاءالله میفهمن، بیان تنزیه و تقدیس خداوند است. در ارتباط با مسئله حساسیت های فرهنگی که تعریف میکنه این دیگر فرهنگی را، همونطور که شما بیان کردید در قرن 20 به تدریج اون چه که حساسیت اصلی فرهنگی ایرانی شد مسئله ناسیونالیسم بود و مسئله این که استعمار و جاسوس خارجی بودن، این تعریف میشد به عنوان حساسیت های عمده، به عنوان چیزی که پلید تلقی میشه و به همین علت جامعه بهایی و آیین بهایی هم از دهه 1930 به بعد ما میبینیم که حالا دیگه به شکل یک اصلا این مقولات سیاسی شروع میکنه تعریف شدن، با اینکه در گذشته در ایران چنین مسئله مطلقا وجود نداره، چنین تعریفی از بهاییان، تعریفی که سایرین میکنند از تعریفی که الان بله. بهایی ستیزان دشمنان بهایی میکنن از بهایی. دشمنان بهایی در قرن 19 در ایران هرگز بهایی‌ها رو به عنوان جاسوس خارجی یا ساخته شده خارجی و امثال اون تعریف نکردن، صرفا به عنوان یک بدعت مذهبی که کاری میکنن که مشمول ارتدادن و مطالبی میگن که در تضاد هست با اعتقاداتشون، یعنی اصل برابری حقوق، اینها رو داشتن نفی میکردن و اینجوری تعریف میکردن. اما حالا که مسئله عامل سیاسی بیشتر مهم میشه و اندیشه فرهنگی مردم ایران هم تغییر کرده، دیگه اون تعصبات مذهبی گذشته اونقدر قدرت نداره، در اینجا عاملی که منفی تلقی میشه عامل سیاسی هست و رابطه سیاسی. در اینجا آیین بهایی رو شروع کردن اینجوری تعریف کردن، منتها به دلایل مختلف تمام این اتهامات و تمام این
فرافکنی های حاصل از تخیل آشکار است که دروغ است، جز افترا بیشتر نیست. شما نگاه کنید، اولین خصوصیتی که نشون میده دروغ بودن همه این اتهامات را این است که تمام اتهاماتی که زده میشه همه با هم در تضاد هستن، در تناقض محض هستن. فقط یه چیز درشون مشترکه، این که باهائی‌ها بدن، باهائی‌ها بیگانه پرستن، باهائی‌ها ساخته خارجیان. اما اینکه ساخته کیا هستن، عملکردشون چه هست، کی اینا ساخت مأمور خارجی ها شدن و امثال، همه اینها با هم در تضاد است. یعنی نظریه پردازی که این حرفا میزنه درست عکس نظریه پردازی است که حرف دیگر رو زده. همشون هر چی میگن در تضاد با هم هست و برای همین است که انقدر این شرایط واقعا خنده آور هست که من تعجب میکنم که یک انسانی که اندیشه و اندیشیدن چیزی است که بهش خو داره بتونه هیچ کدوم از اینا رو جدی بگیره. خود اینها ثابت میکنن که همشون ضد همشون همدیگر نفی میکنن. تنها چیزی که میمونه فقط اون اتهامه. یعنی خلاصه این اتهامات به آیین بهایی فقط بیانگر احساسات اتهام زننده است. یعنی دیانت بهایی دوست ندارن، یعنی میخوان ذلیلش کنن، میخوان بهایی را مورد ذلت قرار بدن و از حقوق مختلف ممنوع کنن. ولی اینکه چیزی در مورد بهائی‌ها بگن وجود نداره. مثل اینه که من اگر به شما بگم که مثلا من از رنگ این مبل خوشم میاد، از این صندلی که نیست، مبل، از این مبل خوشم میاد، من چیزی در مورد این مبل نگفتم، فقط در مورد خودم یه چیزی گفتم. یعنی احساسات منو دارم میگم من از این خوشم نمیاد. اما اگه بگم این مبل رنگش تقریبا قرمز هست، در اون صورت به فرض اینکه این حرف درست باشه من یه چیزی در مورد این مبل دارم میگم، یک اطلاع عینی در مورد این مبل میگم. اما اگه فقط بگم من از این مبل خوشم نمیاد، یعنی چیزی در مورد این مبل نمیگم، دارم در مورد خودم یه چیزی میگم. چند سال قبل در مجله به نام Persian Heritage یک شخص ایرانی به نام دیوید یزدان، ایشان مقاله‌ای نوشتن و گفتن که بهائی‌ها ساخته سیاست انگلیس هستن. استدلالشون این بود که این بهائی‌ها بودن که سید جمال الدین اسدآبادی رو علم کردن. این بهائی‌ها بودن که مخارج آیت الله خمینی ها پرداختن و ایشون را به قدرت رسوندن و این بهائی‌ها بودن که انقلاب اسلامی را به وجود آوردن و کاری کردن که انقلاب اسلامی در ایران پیروز بشه. حالا اگر ایشان در ایران بودن قصه کاملا عوض میشد. بهائی‌ها باز جاسوس خارجی میمودن، در اینش عوض نمیشد، ولی بقیه‌اش همش عوض میشد. یعنی بهائی‌ها میشدن دشمن سید جمال الدین اسدآبادی، بهائی‌ها میشدن دشمن آیت الله خمینی، بهائی‌ها میشدن دشمن انقلاب. در مورد حضرت باب به عنوان مثال یا حضرت بهاءالله آمدن و یک مشت افترا زننده‌ای که خیلی هم فرهنگی نداشتن اومدن یک دست به جعل زدن، یک مدرکی درست کردن، اسمشو گذاشتن یادداشت‌های سیاسی کنیاز دالقورکی. کنیاز دالقورکی از 1845 سفیر ایران بود، سفیر روسیه بود در ایران از 1845. اینا اومدن و یه یادداشتایی درست کردن که اینا رو یعنی کنیاز دالقورکی میگه، که اون میگه که من از 1832 اومدم، طلبه شدم، رفتم در کربلا، در اینجا اونجا زندگی کردم، بعد باب را دیدم، بهاءالله را دیدم، اینا رو فریفتم و کاری کردم که اینا ادعای مختلف بکنن و کتاب‌های اینا رو در حقیقت من نوشتم. یعنی هر چی که در مورد تاریخ بهائی است ظاهرا به خودش نسبت میده و این کتاب گل کرد در ایران وقتی که چاپ شد. در 1842 بود فکر کنم برای اولین بار. البته چون پر از غلط بود و غلط‌های خیلی واضح، مجبور شدن که سال بعد عوضش کنن یا یک کاملا چیز جدیدی بدن به وجود بیارن که خود این تجدید و تغییرات نشون میده که همش مبتنی بر یه چیز ساختگی و یادداشتی نبوده. حالا هیچ وقت اون اصل روسیش هرگز پیدا نشد چون وجود نداره که پیدا بشه، ولی حرفشون این بود که باب و بهاءالله ساخته روسا بودن. من الان یه توضیح خواهم داد که دروغ بودن این را مشخص میکنه. یعنی همه میدونن، هر کس که اهل تاریخ هست و با فرهنگ ایران آشناست میدونه این جعلی.